از هزار نتوانم کرد. یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. یک شکر تو از هزار. یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. یک شکر تو از هزار نتوانم. مدتی یه اتفاقی میفته، نمیدونم دقیقاً چی، ولی ضربه های دل با کلام یکی میشه، یعنی زبان دل باز میشه و اون وقتی که دیگه ذکر بدون وقفه گفته میشه. دلم میخواست به جای همه اینایی که پیدا میشد که آدم میتونست یه جور دیگه‌ای بهش نگاه کنه، که بهش احترام بذاره، بزرگ باشه، بزرگ. شدم. او در مسجد خانه‌ای شد که در آن رباط بود. چوبی برگرفت و به سر چاه شد و رسن در پای خود بست و آن چوب که رسن در وی بسته بود به سر آن چاه فراز نهاد و خویشتن را از آن چاه بیاویخت. سر زیر و قرآن ابتدا کرد و من گوش می داشتم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة. سرگاه را قرآن ختم کرده بود. چون قرآن به آخر رسانید خویشتن از آن چاه برکشید و چوبم بر آن قرار بنهاد و در خانه باز کرد و بیرون آمد و در میان رباط به وضو مشغول گشت. که چی بشه؟ یه چیزی، یه نوری تو قلبت پیدا میشه که بتونی باش خدا رو ببینی. داداشی تویی؟ چرا ولم نمی کنی؟ چرا دست از سرم ور نمی داری؟